فرمودم آماده است. آماده است جناب. عالی. همه در همین جای. تنها تو نیستی ایازی بدبخت. درو کشو، صحبت میکنیم. کشو، نرو ایاز، نرو. گل. فرهاد، فرهاد، ایاز کجاست؟ دادرم کجاست؟ گذارید زودتر، زود باشید. جناب، همه جایهایشان را اشغال کردم. ما آماده ایم. بسیار خوب. شاید ایاز هم حالا در راه باشد. اکش فرهاد را دستگیر کردن، نزد ما می آید. البته می آید ظفر، البته می آید. بین خواهرش در دست ماست. او عزیز است. شاید دیر کند اما می آید. مرا گوش کن. همین که آمدن فرهاد را تیر باران میکنید. فهمیدی؟ به دودیلگی و ایاز باشد دست نمیرسانید. مسئله او را من خودم حل میکنم. البته روزی همه آنها را نیست میکنیم. خیلی عذاب کشیدیم ولی حمزه را ریشه‌کن کرده نتوانستیم. جناب، یک تاکسی می آید. بسیار خوب، آماده انگیرد. ایاز بیاید و اکش را به عزرائیل سپارد. از پی کارت شد. خدایا یار و مددگارم باش. آکات کجاست؟ خواهرم کجاست؟ در اینجاست ایاز، در اینجاست. خوش آمدی. من حالا هیچ چیزی رو نفهمیده تو رو بیهوش کرد. اکم رو فیدو نخواهم کرد گفت. من هم تو رو دیده و دانسته فرستاده نمیتوانستم فرهاد. خواستم که با او روم، اجازت نداد. در رو قلب کرد و رفت. فرهاد برخیز، در رو کشا یا یگان کار کن. باید من نزد ایاز رویم. فرهاد، ایاز به نزد کلیچ رفت میگویم، نمیشنوی؟ باید از اینجا برایم. در رو کشا. از اینجا برآمد نیست. چه کاری که خواهی کن اون در رو تنها با کلید خواهی کشاد. برای به اینجا ندر آمدن مخصوص تیار کرده هم. اما ایاز تنها است. اگر ما نرویم خدایا. بیاز نترس خواهرم. اکات آمد. اکای ایازت تو را گرفته از اینجا می رود و دیگر اصلا جدا نمی شویم. بیاز نترس خواهرم. این خیل نکنید. من به هیجان می آیم. حالا گریه می کنم. تو هم گریه را بس کن. حتی به مویت هم ضرر نمی رسانی.
به ایاز هم آسیب نمیرسد. فهمیدی؟ تنها او فرهاد را به من سپارد بس است. به او نرس. بیا بهترش کار را کشال ندهیم ایاز. بین، من به وعدم وفا کردم. چه خیلی که گفتم خواهرت اینجاست، اما میبینم که تو به وعدت وفا نکرده ای. به تو گفته بودم که فرهاد را میخوام. اگر او را پنهان داری از خودت خفه شو. ایست. اکام از من خبر انتظار است. خودش را به تو میسپارم. اما اول میخواهم خواهرم را ببینم. رویش رو کشو. خب مادامی که دیر باز همدیگر را میشناسیم، سخنت را رد نمی کنم جوانی زیبا. شناس شو. خواهرت بیاز. بیاز؟ خواهرم. اکا اپای بیاز. اپای بیاز. بیاز دخترم در خانه ای؟ بیاز خدایا توبه، این دختر 2 روز باز در کجاست؟ باز به یگان مشکلی دوچار نشده باشد؟ او در خانه نیست خالای صدیقه؟ نیست دخترم. اگر می بود می شونید. اپای بیاز. اپای بیاز. اپای بیاز ما آمدیم. دخترم بس است، درو می شکنی. اگر او در خانه می بود بر وقت درو می کشد. رفتیم زود از اینجا. اما او باید در خانه می بود. در آمد نبینیم التماس. نه این خیل نمی شود. به اجازت به خانه یگان کس نمی دروی. بیا دخترم می رویم. رفتیم بعد اومده می بینیم. رفتیم جانم. او در درون است. در درون است. بیاز. بیاز ایستا دخترم. آمدم جانم. بیاز آمدم. بیاز خدایا توبه قربانت شوم. ایستا من یاری میدهم. ایستا دخترم. ایستا یاری میدهم. این کارو کی کرد دخترم؟ این کارو کی کرد؟ ازگی؟ اپای بیاز خوب هستی ازگی جان؟ تو 2 روز میشود که ناپدید هستی. گوش کن ایاز جان. اگر بگویی که اکت فرهاد کجاست، به این دختر ضرر نمیرسد. اکا و خواهر از اینجا رقص و بازی کرده می روی. ها، لیکن اگر هنوز هم تو فرهاد را پنهان داری، در پیش چشمانتان جانش را می گیرد. فهمیدی؟ فراموش نکن. مجبوری که انتخاب کنی. امروز یا اکا یا خواهرت به آن قبر می درآید. اکنون به من بگو فرهاد در کجاست؟ چی شد؟ این بازیچه است. با یک تپانچه آمد. نگاه کن ظفر، میبینی؟ ایاز به اینجا آمده است با یک تپانچه تا ما را کشته خواهرش را نجات دهد. ابله ها، همتان میخواهید در را قهرمان شوید. این چه عقل است؟ بیا یک حساب کتاب میکنیم. چی میگویی؟ فرض کردیم که مرا پراندیم، مردم. با تیر دوی اومد ظفر را پراندیم، مرد. ظفر
در بیرون ما چند آدم داریم؟ 16 آدم داریم. 16. خیر به فکرت تپانچه ایاز چند تیر دارد؟ اگر با عقل باشد یک دانه تیر را به بالا گذاشته باشد همگی 15 دانه می شود. 15. اگر یگان تیرش به خطا نرود باز هم کمی می کند. 3 نفر زنده می ماند. خیر بعد این 3 نفره که زنده می ماند با ایاز و خواهرش چیکار میکرده باشند؟ تخمینم کرده نمی توانم قماندان خلیج. مویه های بدنم راست می شوند. دیدی ایاز باز هم احمقی میکنی. خلاص غیر امکان است. حساب خانه به بازار راست نمی آید. اکنون چیکار میکنی؟ خواهرت را چه خیل نجات میدهی؟ ها؟ نه نیت دارم تو را کشم خلیج دهن و نه این سگان افلاست را، چون که هیچ کدامی شما ذره قدر ندارید. اما من آدمی هستم که 90 میلیون دلار ارزش دارم. ها؟ فرهاد چیکار میکنیم؟ اگر آن سگ دادر خواهرم را کشد همه چیز تمام می شود. دعوای و معوا نیست، همش تمام شد. مرا می فهمی؟ من بعد من هستم، انتقام من است. اگر جگر کلیچ را نکنم او را به 7 قبض زیر زمین گور نکنم آدم نیستم. اگر قصاص مادر، پدر و دادر و خواهرم را نگیرم آدم نیستم. یه درویش، این خطای تو نبود پسرم. جنابی تحسین گلسوم، او با شما دروغ میگوید، شنیدم. با شما آسیب رسانیدنی. فهما آروم شو بیاز. با تلفن صحبت میکرد، شما را به دام افتانیدنی است. با او باور نکنید. میدونم بیاز، میدونم. اما به خدا شکر میکنم که موفق نشد. نقشهشان برباد رفت. آخر برای چی؟ شما با او کمک کردید، کار دادید. رحمتی او همین است، نمیفهمم. اول بشین آروم شو. بشین. شخصی که گلسوم میدانستیم اصلا جاسوس بوده است. به این هم اینجا برای مرا به دام گرفتار کردن آمده است. این همه نقشه افلاس اونهاست. دشمنهای ما را فرستادند. مگر او هم دههای تو نبود؟ وای گلسوم نبود از خواهرم. یعنی گلسوم گم شده است. کی میداند شاید اگر خواهرم را پرانی من هم از سرم میپرانم. منو بیاز یک جای میمیریم. اکنون پران، کلنگ را پخش کن. اگر به ثروتت دلت نسوزد پران. چی نگاه میکنی پران؟ اما فراموش نکن کلیش دهن، همراهی من 90 میلیون دلارت هم به مزار می رود. اگر خواهرم نباشد من هم نیستم. من نباشم پولت هم نیست. خوب فکر کن کلیش دهن. من برای یکم، برای خواهرم نترسیده جانم را فدا میکنم. اما تو چی؟ حالا بایگریت را فدا میکنی؟ ها؟ خواهرم کمی او بنوش. آرام شو. اینها کیستند جناب تحسین؟ چی میخواهند؟ اینها کیستند؟ اینها دشمنان اشدی این وطن هستند دخترم.
آنها نمیدانند که این زمین اجدادی با دعای بزرگان پرفیض شده است. در کجایی که کسی برای حق و خلق کار کنند، آنها زود او را به دام می‌افکنند. من بعد وظیفه ما باز هم با دقت‌تر بودن است. هوشیار باید باشیم. اکنون چهره‌تان را کشایید، سرتان را خم نکنید. ما مسافر این راه هستیم. در این راه یار و مددگارمان تنها خدا است. خدا دامهای آنها را نابود میکند. من به این باوری کامل دارم. انشالله جنابی تحسین، انشالله. акнун қароратро бигӯ қилишдаҳам. ё моро сар медиҳӣ, мо меравем ва ту боши пулатро мегирӣ, ва ё мо мемирем ва ту ҳам пулатро фаромӯш мекунӣ. باید اعتراف کنم که تو را بیهوده ابله گفتم. تو اصلا چه خیلی که می نمایی ابله نبوده ای. باشد، راضیم. تو غلبه کردی. جناب مطمئن هستید؟ دختر را رها کن ظفر. اما جناب ظفر، دختر را رها کن گفتم. روید با هم بپیوند. بیاز اگا جون، نترس خواهرم، نترس. گذشت. حالا خواهرم را گرفته میروم. از قفایمون کسی نآید. فهمو؟ هنوز که فکرم را عوض نکردم از اینجا دفع شد. کاسه صبرم را لبریز نکن. بیا. قلیچ، با آدمانت بگو سلاحایشان را پایان کنند. سلاحهایتان را پایان فرارید. فرارید گفتم. بیاز، تو به ماشین سوار شو. بیرم. کلید این ماشین در دست کیست؟ هیچ کس از قفای ما نآید. وگرنه تو میدونی که من چیکار میکنم خلیش دهن. باور کن یک لحظه هم فکر نمیکنم. نقشه امان چگونه است جناب؟ از قفایشون میرویم. نقشه امان خوب جریان دارد. خیلی خوب. عالی. جناب شما خوب هستید؟ خوبم ظفر، خیلی خوبم. هیچگاه احوالم چنین خوب نبود. ایاز را بدام افتاندیم بین، باز من بریدم. کلیش دهن برید، من بریدم. بیاز جان، نترس خواهرم. اکنون تمام. کسی به ما آسیب رسانده نمیتواند. نترس خواهرم، نترس. بیازم، خواهرم. اکا جون، خدایا هزاران بار شکر. تو رو یافتم. اکنون بیمیرم هم ارمانی ندارم. خواهری مهربان، ایستا تو رو سیر شده تماشا کنم. اینقدر زیبا شده ای، اینقدر کلان شده ای. اکا جون، اکات قربانت شود. بیا اکنون میرویم. چی شد ظفر؟ چشمانت را کلان باز کرده نگاه کردم است؟ من فکر کردم که دختر در حقیقت خواهری ایاز است. ظفر خواطر نشو، تنها تو ابله نیستی.
شد بسیار فکر نکن. ما زفرمون را جشن میگیریم. زفر. خیر این دختر کیست؟ از چه تیم است؟ برای آن که کسی نفهمد دختر را از بیگانگان انتخاب کردم. این اولین سپارش به اوست. او برای دریافت فرهاد به ما کمک میکند. وقتی فهمیم که فرهاد است کجاست این کار به آخر میرسد. کسی اومد. با فکر تو کلی چست؟ شاید ایاز جایمان رو گفته باشد. امیدوارم که همین خلاص گل. امیدوارم که جای ما رو گفته است و خواهرم رو گرفته است. همراه من بیا. فرهاد چی کار میکنی؟ در همینجا پنهان میشوی. نه. مرا گوش کن گل. با درون درا. نه. تو رو تنها نمیگذارم. من بسیار آدمون رو از دست دادم گل. نمیخواهم که تو رو نیز از دست دهم. توب نمیارم. تولا میکنم. مرا گوش کن. با درون درا. زود. نه. اگر مردنی باشیم همراه میمیریم. ایاز؟ اکا این چی کاری کرده بود؟ مرا دیوانه کردن میخواهی؟ اکا اول گوش کن. ای بچه تو با من امانت هستی. اگر به تو یگان چیز شود من چی کار میکنم؟ من بیاز رو رفتم. او رو آوردم. او در همین جاست. بیاز؟ چه خیلی؟ بعد میفهمانم. بیاز همین جاست. در بالا. رفتیم. بیاز خواهرم. جگرم. اکای فرهاد. اکای فرهاد. بیاز جون خواهر زیبایم تو رو یافته نتوانستم تو رو. التماس مرا ببخش مهلش. ایستا بر روی گلت نگاه کنم. پدر و مادرم از تو سیر نشدم. اقلا من سیر شدم. اکا جون چرا نگاه میکنی اکرم؟ اینجا بیا. این پدری تو وقتی که تو خورد بودی تو رو از آغوش مادرت دزدید و بعد بانی هم تو رو به اون نشانه داد.
من چی کاری که کرده باشم برای خوبی تو کردم دخترم. برای زندگی نیک در مکتبای بهترین خواندنت کردم. برای از یگان چیز محروم نماندنت کردم دخترم. алло алло, Тариқ, ман ҷонон. апа хуб асти? бисёр хавотир шудам. Хубам. аз ту як чизро хоҳиш кунам, барои ман иҷро мекунӣ? бигӯ апаҷон, ҳатто фармон де. саваш дар куҷо будӣ писарам? падарат туро пурсид. омадам ку, бисёр гап назанед. гурусна ҳастӣ? бароят хӯрок гарм кунам. акай аяз, акай фарҳод, ба қабри кӯдаки ғариб навиштаҷотеро гузоштам. то ҳол нахондед. дар буғча шуморо интизор мешавам, аммо намеоед. илтимос маро пайдо кунед. ба ҳазрати шумо тоб намеорам. ҳарди шуморо сахт ёд кардам. تو در کجا میگردی ها؟ дар ширкат будам падар. آفرین پسرم. کار کن. زینهار تنبلی نکن. میدانی سرمایه جندن انشاءات سرمایه اقتصادی ماست. همینطور نه؟ خواندی؟ ها؟ بله خوندم. اینها رو کی نوشته است؟ همان بچه به ناموس و به عقل هست کو ایاز. خواهر او. ایاز خواهر داشته است؟ و فکری من در حقیقت او زنده نیست. شاید جاسوسان او را کیها گور کرده باشند. باز یک برادر داشته است. جنازه او را باشد پگاه خواندنی. این سگ از به کسی عذاب نمی کشد. عادت کرده است. اوف، کجا شدی طریق؟ زودتر بیا. جانان دخترم برای چی در نزدیک میستی به خانه درو؟ من بعد به این خانه هیچگاه قدم نمیگذارم. حاضر طریق چیزهایم را میآورد، او را انتظارم. خانه را ترک میکنی؟ مرا میپرتویی ها؟ بله، خانه، شرکت و شما را نیز ترک میکنم. در دور خوی شما دیگر زندگی کردن نمیخواهم. رفت مادرم را پیدا میکنم. وقتهای به مادریم را اصلاح میکنم و دیگر هیچگاه مادرم را ترک نمیکنم. شنیدید؟ مرا از مادرم جدا کردن نمیتوانید. جانان دخترم چیزهایی هست که نمیدانی. بس کنید، دیگر گپ نزنید. یک کلمه هم شنیدن نمیخواهم. به دوری خوی شما تاب ندارم. دخترم مادرت رو یافته نمیتوانی. پیدا خواهم کرد و کسی به یافتن مادرم مانع شده نمیتواند. شما هم اگر لازم آید تمامی دنیا را جستجو میکنم و مادرم را. مادرت رو یافته نمیتوانی. مادرت مرد. نفس آخری نشو در پیش چشمم برآورد. ака инро бубин. духтари калон шудааст. то ҳол бовариам намеояд. безебак, ту ка ин қадар зебо шудӣ а? تو خودت безебак ҳастӣ. як рав. хоҳари ман зебои дунёст. бас аст охир. бимонед то ки духтарак нафаси озод гирад. беяз, аз мо ранҷидаӣ? хоҳарам мо туро бисёр ҷустуҷӯ кардем. худо шоҳид аст ки ҷои накуфтаамон намондааст. мурд гуфтанд ва мо ноумед шудем. барои ҳамин туро наёфтем. илтимос аз мо наранҷ. байлаш наранҷ. нахуд ман аз шумо ранҷам ака. шумо ҷони ман ҳастед. тамоми ҳастии ман шумоед. аз ҳаяҷон хурсандиамро ифода карда наметавонам. ҳардуятонро дар рӯбарӯям дида
ба ҳиссиёт дода шудам. намехоҳам ки аз чашмат як чакра ашк резад. гирья накун. мин баъд мо ҳеҷ гоҳ ҷудо намешавем беаз. сардай хоҳарамро ман ҳам каме дарду ҳасрат кунам, ҳам беаз аз ту бештар маро дӯст медорад. ҳамин хел не? бигӯ. аязро бисёртар дӯст медорам, бигӯ. гӯш кун. агар акаи Фарҳодро гӯӣ миранҷам, фаҳмидӣ? ба хоҳарам фишор наор. охир куҷои туро дӯст дорад безеб? худоё тавба. безебро бубин, даҳонаш кашол аст. аяз гӯ, аяз. худоё тавба. ин ҳангоми хурдиашам ҳамин хел буд гӯя. хоҳарамро ба тарафи худ кашида ба дасташ қанду набод медоду, аз ҳама бисёр акаи аязамро дӯст медорам бигӯ мегуфт. баъд ба наздам оварда мепурсед: бигӯ бисёртар акаи аязатро ё ин ки акаи Фарҳодатро дӯст медорӣ? беяз бошад дар доманаш қандҳоро ҷамъ карда, боз бечора кӯдак даҳонашро пури қанд мекард ки ин акаи аязаш нагирад. хайр чӣ шудааст? аз байн солҳо гузашт, шояд фикраш иваз шуда бошад. бигӯ хоҳарам, акаи аязро бисёртар дӯст медорам, бигӯ, то ки аз алам битаркад. ҳардуятонро дӯст медорам. худо бори дигар нестиятро ба мо насиб нагардонад хоҳарам. мо ҳарду низ туро сахт дӯст медорем. ман бисёртар дӯст медорам. худоё маро бубахш, ман ҳозир туро... не, ман ҳам дорам. нигоҳ кун, бо одоб бош. хоҳарамон ҳаст, бо одоб бош. тариқ, писарам, чӣ гап шуд? магар ту аз ман ранҷидӣ? хонаро тарк мекунӣ? ба куҷо меравӣ? модар, як тараф истоед. бейнам дастам канда шуд. не, намешавад. ҳеҷ гоҳ роҳ намедиҳам. модар, ба худ биёед. ором шавед. чӣ хел ором шавам? охир писар ягонаи ман хонаро тарк мекунад. худоё тавба, ман чӣ кор кардам охир? то мурдаамро нагуронӣ, аз ин хона ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. мурдаамро нагуронӣ? модар, ин чӣ гуна сухан аст? эй худо, ту маро ба чӣ имтиҳон мекунӣ? модар, саде, аз роҳам як тарафи. не, ба ягон ҷо намеравам. ин чизои ҷонон аст. чӣ? писарам бигӯ охир. 2 соат боз инҷо либосҳоям чиркин шуданд. боз ман чӣ фикрҳо кардама? зуд писарам, фикрашро иваз накарда зуд бубар ки аз ин хона зуд дафт шуда равад. зуд писарам, зуд, кани зудтар. модар, кош ки ба монанд япаам ҷасорат медоштам. бисёр мехоҳам ки аз ин хона биравам. писарам, ту нав худат танҳо ба мағоза рафтанро ёд гирифтаӣ. аҷабо, ба куҷо меравӣ? девона аст. ту як рӯз аз хона фирор карда ба маҳаллае рафта будӣ. аз гази тавдон заҳролуд шуда будӣ. он рӯз модарат бо ту дар як меҳмонхона будааст. вай ҳам ба монанди ту заҳролуд шудааст. вақте ки ба беморхона омадам, дар бари ту хоб мекард. духтарон кӯшиши зиёд карданд, аммо наҷот дода натавонистанд. дар он ҷо модарат ҷон дод. духтарам, ба ман нарасед, дур истед. бо айби шумо бо модарам хайру хуш накарда баромадам. охир ӯ дар барам будааст. агар дастамро дароз мекардам, ба ӯ расида метавонистам. модарамро дида метавонистам. бӯяшро ҳис мекардам. духтарам, лозим нест. ҷакрав истед. агар модарам набошад, шумо ҳам нестед. барои шумо дигар дар ин ҷо ҷой нест. мин баъд шумо барои ман мурдаед. то вақте ки зиндаам шуморо намебахшам. апа, جانان، دخترم، نرو دخترم، نرو جانان.
بیاس تو در حقیقت خیلی زیبا شده ای. وقتی خورد بود فکر میکردم که بیزیب است و کسی او را نمیگیره. خاموش. دهانت رو میشکنم. دهان کشو. توبه. من چشم نرسد گفته چنین میگویم. تو چرا عصبی میشوی ها؟ ای گپ نزن. چای تیار است. تو رو تشویش دادیم گل. دستانت درد نکند. این کسی انگه همان هستند. چی گپ شد؟ بعضی ها از خود رفتند ولی من در جایشون میشینم. مرا دیوانه نکن. بیاس دویم آنها گپ میزنند. کمی تو هم نقل کن. اینقدر وقت چیکار کردی؟ اویلادور شدی؟ چی ها میگویی؟ تو چی ها میگویی دختر؟ حالا او کودک است. چه خیلی کودک است؟ آخر دختری کوان شده است. مگر ناممکن است؟ ناممکن است. با احکه هایش مسئله نکرده اویلادور نمیشود خواهر من. همین خیل نه بیاز؟ نه خاندار نشدم. تنها شمایان را میجستم و با این فرصت نداشتم. خیر تو این وقت در کجا بودی؟ وقتی اکای ایازم را گم کردم از کوچه زنی مرا دریافت. از دستم گرفته به خانه اش برد. او بی فرزند بود است. مرا فرزند خان گرفت. مرا به وایه رسان سلامت باشد. شناسنامه‌ات رو عوض کرده ای. برای همین تو را یافته نتوانستیم. خدا از آن زن هزارها بار راضی باشد. ما را به نزدش ببر که ما هم دستان تربیتگری تو را ببوسیم. ای گربه من نفرت دارم. آخر در کودکیت گربه را دوست می‌داشتی؟ حتی تمامی گربه های کوچه را جمع کرده به خانه می آوردی. بله همین خیلی بود. ولی باری از پیشم یک گربه برآمد و مرا ترسون. بعد نفرت پیدا کردم. فهمو. آخر رفت دیگر نترس. من اکنون میروم. تا بازدید بیاز جان. شما را تبریک میکنم. تشکر گل. تشکر ینگه. وای اپی گل. تشکر اپی گل. آخر دلم با تو میسوزد. چرا چیزی نمیخوری؟ گیر شیرت رو خور. بخور. آخر تو گرسنه‌ای. اپای بیاس. لبای جانم. تو هنوز اکهایت رو نیافته ای همین تر نه؟ یافته نتوانستم ازگی جان. انیخترش آنها مرا یافته نتوانستند. ما فکرم آن نوشته جاد را در سر قبر ندیدن. شاید که به سر قبر خواهرتان نمی رود. نه این خیلی نگو. برادرانی من خواهرانشان را اصلا فراموش نمی کنند. شاید که آن مکتوبی من پرید و رفت و گم شد. پگاه به سر قبر باز می روم. این دفعه خدچه نوشته و بالای آن سنگ می گذارم. البته اگر سنگ گذارید خدچه پریده نمی رود. تو اینقدر دنیا هستی ها؟ باید فوراً به قماندان کلیش خبر دهم. بیاز در این به وقتی با کجا می روی؟ خوابم پرید. خواستم کمی در باغچه هوای تازه گیرم. در این به وقتی تنها با بیرون نبرو. با اکهایت خبر ده. فهمیدی؟ با تو لباس آوردم.
ташаккури зиёд. чӣ шуд беяз? ҳеҷ чиз, хобаш паридааст. ба ҳавои тоза баромадааст. тинҷияс гул, ту барои чӣ баргаштӣ? дар даруни мошин телефони бесиматро фаромӯш кардаӣ. шояд лозим мешавад. шумо чаро инро доред ака? магар полис ҳастед? ин қиссаи дароз аст хоҳарам. ту ба хона даро. шаби хуш. шаби хуш ҷонам. ташаккури зиёд. чӣ коре ки кунам пеши ту қарздор ҳастам. кори кардам танҳо овардани телефони бесим аст фарҳод. қарзи чиро нафаҳмидам. ман меравам. ҳа, гӯш кун. ту пас аз ёфтани хоҳарат боэҳсос шудаӣ, а? худатро ҷамъ кун. ман ба ин ҳолатат одат накардам. бу додзанон гап назанӣ, ҳайрон мешавам. тоба, ин чӣ дахл дорад? чӣ дахл дорад? ана ҳамин хел шав. хайр, шаби хуш. ба ту ҳам, духтари девона. зафар, чӣ шуд? он духтар занг зад? не ҷаноб, то ҳол интизорам. чизе шудааст, бояд то ин вақт занг мезад. духтар навшогирд аст ҷаноб. шояд шахси бо таҷрибаро истифода накарда хато кардед. гӯш кун зафар, ман туро дигар огоҳ намекунам. ба ман кор карданро ёд надеҳ. бояд шахсе мебуд ки ӯро касе нашиносад. ба фикри ман он духтар ҳушёр аст, аз уҳдаи кор мебарояд. хоб, ин гапҳоро яксомонем. ману то корҳои зиёд дорем. зуд биё. ба ман деҳ. ин аз ман ба хоҳарам сюрприз аст. манамани бо пиёз. охир ин чандон маззаи хуб надорад. охир чаро? ту манамани пиёздорро дӯст медоштӣ. ҳатто аз модарам хӯрок напазед, манамани пиёздор кунед гуфта илтиҷо мекардӣ. ҳоло чӣ шуд? бале, ҳамин хел буд. вале он давра гузашт. он вақтҳо кӯдак будам. калон шудам, табам дигар шудааст. хуш, нақл кунед. акнун ҳамдигарро ёфтед, ба висоли ҳамдигар расидед. мин ба чӣ кор кардан мехоҳед, бачаҳо? ҳоло фикри ягон чизро накардаем, амаки сарроф. аз хурсандӣ ба сарамон ягон чиз намеояд. аслан ман як нақшае дорам. нерӯманд мешавам. чунон нерӯманд мешавам ки қилич ва дигар шахсони бадро зери по мекунам. ин аз куҷо баромад? дар сари ту чӣ фикрҳо ҳаст, аяз? вақте ки дар назди ҷаноби ҳалдун кор мекардам, ба хотири хизматҳоям каме замин дода буд. арзише надошт. аммо ҳоло аз назди он замин шоҳроҳ мегузаштааст. яъне ин хелакаҷон, дар он заминҳо биноҳо месозем ва аз арзиши муқаррарияшон 5 маротиба қимматтар мефурӯшем. пул бошад пул, мулк бошад мулк, мансаб бошад мансаб ва ҳама якҷоя ба доми шайтон гирифтор мешавем. ҳамин хел нест? ҳар кас ки бо қувва, мулк ва мансаб баро барояд, ёраш шайтон мешавад, писар. ҳар кас ки бо ҳақ баро барояд, ёраш худо бовад. инро асло фаромӯш накун. дуруст мегӯед амаки сароф, аммо бепул ҳеҷ кор кардан намешавад. ин ҳам дуруст аст, писар. лекин бо пул ҷанг кардан доимо ба инсоният мусибат овардааст. ба шумо мегӯям ки назар ба ғуломи пул шудан, пулро ба худ ғулом кунед беҳ аст. назар ба ғуломи пул шуда гунаҳгор шудан, беҳтар аст онро дуруст истифода кунед ки бароятон санги роҳи ҷаннат шавад. мақбул он аст ки бо бадӣ мубориза баред, писаронам. мисол, шумо фикр кунед. шумо ятим ҳастед, аз кӯча омадед.
و چی بودن کمبغلی را بسیار خوب میدانید. من با شما توصیه میدیم که با خودتان بر این آدم ها خانه بنیاد کنید که آنها صاحب جای عادی و گرم شوند. انا همین طور نیازمندان را شما خودتان میفهمید. میبینید که آنها پرداخت کردن نمیتوانند، امتیاز ها میدید. اینچنین هم فروش و هم ثواب و هم دعای کمبغلان را میگیرید. چی میگوید جوان ها؟ نمیشود؟ نه خود نشود، البته میشود. با مانندی شهرک در بین مکتب میسازیم. اینچنین یک یتیم خانه هم. چی میگویی که؟ اینچنین یک یتیم خانه. تشکر. خیر گپ زن جناب مفید. این مسئله مهم و فوری چی بوده است؟ چه خیلی گویم جناب. بسیار کوشش کردم اما هیچ بیکار کرده نتوانستم. چی را؟ گذرگاه آخرین شاهراه را. تو ابله هستی مفید؟ برای چی با چنین ثروت طبیعی بی‌بهایمان این کار را کنیم؟ چی؟ از این برمیاد که جناب هلدون هنوز به شما نگفته است. هلدون چی را به من نگفته است؟ زمین های اطراف شاهراه. تو بسیار شف نکن، گپ زن آخر. یگون توش از اون شرکت چندان نبوده است. تو چه ها میگویی؟ پس اون زمین ها با کی تعلق دارد؟ ایاز از اون ایاز شینگل بوده است. در وقتش جناب هلدون به او داده است. مفید تو میدانی که چی ها میگویی؟ مرا گوش کن. پسرم سوش و من گفت شاهراه ها را عوض کنیم. برای این یک عالم حجت آماده کرد و پرنده ها ضرر میرسانده ایم، طبیعت را ویران میکرده ایم. اکنون میگویید که زمین ها به چندان انشاءات تعلق دارد، نباشد چرا من در تلویزیون برآمد کردم؟ متاسفانه خطای کلان شده است جناب. خطا بوده است. سوش، پسرم سوش، تو اکا گپ زن آخر. چی میگویی؟ راضی هستی یا نه؟ ایاز خوب گفته درست است. آخر این رو چخیل میکنیم؟ فهمو زمین ها داری، کارگران رو نیز یافتیم گویم دادر ما پول نداریم. نه شاید از اون کس قرض میگیریم. از کی میگیریم ایاز؟ گردهت رو میفروشی. 7 گرده و 20 جگر باشد هم نمیشود. اگر از آن 50 نفر رو نیز فروشی هم آن پول رو یافته نمیتوانی. اکا تو هم زود دل کس رو خنک میکنی. ذوق و شوق ما رو کشتی. اگر در آب موجدار شنا کردنی باشه باید با تدبیر باشه، وگرنه در ساحل نشسته باید تماشا کنی. در چنین حالت تر نمیشوی. چیکار کنم اکا؟ با من چنین فرصت نصیب گشته است مگر از آن رو گردانم؟ چیکار کنم؟ نمیشود. من علاج کردم پول رو مییابم. هم اگر انسان تو بر این اکا داشته باشد هیچ وقت از پای نمیافتد. البته اکات رو با وجه بیار. دادر تا حال یک راهش رو پیدا میکنم میگویی. ما پولی نداریم که خونه خرابه خریم. آخر تو آیدی بیناهای آسمان بوز گپ میسری. آیا از کمی با منطق گپ زن؟ حالا استید شیر بچه ها، من در این موضوع با شما یاری داده میتوانم. با خدا؟ در حقیقت یاری میدهید امکی صراف؟ نه آخر من اینقدر دارایی ندارم، اما شناسم حسن گور کمک میکند. حسن گور کیست امک؟ وی هم با مانند شما وطن پرور، طرفدار کمبغل و بیچاره ها بود. انسان نیک است، انشالله کمک میکند.
خیر چرا من در اینجا ایستادم؟ رفته با حسن گرگ صحبت میکنم، بعد به شما خبر میدیم. از من خبر انتظار شد. خیر خدا نگهبانتان بود. خدا نگهبانتان آمد. همینطور. جانان تو اینجا است؟ چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم تشکر. کمی خسته شدم. برای سروسی موار مرا قبول کردنتون تشکر میگویم. هیچ گپی نی. که خواهی داری من برای تو کشاده است. این رو میدونی کو؟ میدونم. برای همه چیز تشکر. شما بر این یک انسانی نیک، یک زنی نیک رو دیده از نزدیکان خودم شرم میدارم. من اصلا برای خیر و خوش آمدم. چه خیلی خیر و خوش؟ جانان چی ها میگویی؟ از امروز سر کرده از هولدینگ جندن تماما رابطه هایم رو کنده کردم. میدونم که اینقدر پول رو به خاطر آنجا بودنی من داده بودید، اما تو فکری قرض رو نکن. اول بگو که چی شد؟ یگان مشکلی داری یا اینکه بیمار هستی؟ نه اویدی مادرم حقیقت رو فهمیدم. برای همین سخت رو افتادم. نمیخواهم که با معماهای عائلوی شما رو مشغول کنم. ببخشید. چه خیلی بخشیش؟ هیچ گپ نیست. بشین. التماس بشین. بعضا انسان با شخص ناشناس دلش رو خالی میکند. من گوش میکنم. شاید به تو کمک کرده توانم. فایده میرسونم. من بعد به من کسی فایده نمیرساند. همه چیز محو شد. من هم محو شدم. پدرم که معنای حیاتم است مرا در گردابی دروغ کلان کرده است. از مادرم جدا کرده است. سالها فکر میکردم که مادرم مرا ترک کرده است، اما حقیقت این خیلی نبوده است. خدا میداند که مادر زیبایی من چه عذابها کشیده است. به من چه رزها رو پسی سر کرده است. هنگامی نبودنی من چه مصیبت ها رو پسی سر کرد. همه‌اش با گناه پدرم، گناه پدری سنگ دیلم. در باخوری اول گفته بودید که اگر مادرت می بود با تو فخر می کرد. من اکنون این رو هیچگاه نخواهم دانست، برای آن که مادرم رو عموما ندیدم و هیچگاه نخواهم دید، برای آن که مادرم مرده است. مرده است مادرم. مرده است؟ Haldun! گلیچ؟ گلیچ نه، قلیچ بگو. دهاتی. حیوان تو اینقدر بیعقل بوده ای؟ زمین های اطراف شاهراه را چرا به عیز دادی ابله؟ ایستا آخر در وقتش خدمت کرد دادم. من از کجا دانم که پسر احمق تو از بین آن زمین ها راه ساختنی؟ پلید با آدمی خرکله شرکت را باور کنی نتیجه همین. ابله ها سوش را جرزم بیاید. چی؟ با کجا؟ با یخماس خوری. با کجا هم جغ میزدی؟ به همین جا. آخر من او را راندم. تو چی کار کردی؟ راندم، خلاص پیش کردم. مادرم مرده است. مادرم در محله از گازی تفدان زهرالود شده مرده است. باز در یک حجره بوده ایم. مادرم رو که باری هم سیموش رو ندیدم.
ҳангоми маргаш дар барам будааст. тасаввур мекунед ба маҳаллае барои ҷустуҷӯи модарам рафта дар як ҳуҷра бо модарам истодаам. шояд мо ба ҳамдигар расидаем. шояд ки овози модарамро шунидам. шояд ки бо ӯ дар якҷо, шояд ки дар барам хобида бошад. аммо симои модарамро ёд надорам. دخترم جانان مادرت بودنم رو گفته نمیتوانم با تو دخترم هستی گفته نمیتوانم پس از اینقدر سال در نزدت هستم گفته نمیتوانم ببخش مرا پلید تو کی را از شرکت کی راندی؟ باز یک دهن را سوک دهن را چطور پیسرم را راندی؟ بس هست اگر رانده باشم سبب دارد. حیوان در همینجا جانت را بگیرم در سرت پرانم. پران باره هم باشد پران که از همه این نجات یابم. نه به آسانی نه، تو را به آسانی نمیکشم. من و تو کارهای زیاد داریم. اول کارهای خرد را تازه میکنم. فهمیدی؟ مثلا این شرکت را که از آن من بود به من بر میگردانی. پدر جان چرا این در آکشاده میمانید؟ آخر غارتگر است، دوست است. آمکی کلیچ؟ نزدیک بیا ابله. زود باش اکا زود باش. با کجا می رویم ایاز؟ اکا جان گفتم که سورپریز رویم خودت میبینی. اگر ما رو با جای بیزه ببری موی لبت رو میتراشم. من هم از آن تو رو میتراشم. لیاز زود باش خواهرم باز تو رو انتظار شویم. لیاز بیا رفتیم. اکا این رو افتونده ای؟ اکا تو در جیتم کار میکنی؟ نامی تو یگیت است؟ این کاری مخفی است خواهرم. بعد صحبت میکنیم مالش. رفتیم. نه اکا حاضر فهمم. دونستان میخواهم با جیتم چی ارتباط داری؟ آنها مرا دزدیده سلاح کشیدند. تو باشی با آنها کار میکنی. من باید دانم. دونستان میخواهم اکا. لطفاً بگو. حاضر تو رو به خانه اپای صدیقه میبرم ازگی جان. خودم به سر قبر خواهرم رفتم. میبینم که اکاهای مکتوب رو یافتن یا نه. اگر اکاهایت مکتوب رو نیافته باشن چی میشود؟ این خیل باشد تا یافتنشان هر روز مکتوبی نو می نویسم. ازگی این تنها بین من و تو ماند فهمو؟ با کسی نگو. این سری خوردی من و توست. خوب با کسی نمیگویم وعده میدیم. آفرین. بله خواهرم در جیتم کار میکنم. با بین آنها داخل شدم تا که از آنها برای به اویلامون کردشون قصد گیرم. حکایه دور و دراز است. آنها کیستند اکا؟ کی با ما این کار را کرد؟
номи саге ки туро рабуд килиш даҳан аст. ман бошам дасти рости ӯ ҳастам, аммо худаш аз ин хабар надорад. оҳиста оҳиста ӯро аз дарун нобуд мекунам. маро мефаҳмӣ? хайр, акнун бас аст. ҳоло барои суҳбат кардан вақти зиёд дорем. биёед меравем. рафтем. ҷонон, оҷилан гуфтӣ зуд омадам. чӣ шуд, хуб ҳастӣ? хуб нестам, умуман хуб нестам. апаи гул, барои суҳбат кардан ба нафаре ниёз дорам. охир аяз ҳам нест. ба наздикӣ рафтанамро намедонам. кори хубро кардӣ. бишин нақл кун, чӣ шуд? модарам. чӣ шуд ба модарат, ҷонон? модарам мурдааст, апаи гул. чӣ хел то биёрам, башир? фарзандам дар пеши чашмам обу адо шавад. чӣ хел ман хаб кунам? ба даҳонам об мегирам. خانم چیزی که گویم دشوار است. برو همه چیز رو بگو، نقل کن تا که دلت خنک شود. گویم هم نمی شود، میدونم. دلی مرا تنها یک چیز خنک میکند، بشیر. این هم باشد تمام شدن هلدون است. کم مانده است. برای کارهای با من و با دخترم کردش یک جواب میگوید. در ثانیه که مادرت نمرده است و تو رو ترک کرده است رو شنیدم چه آرزوهایی که نکردم. کاش که در اون ثانیه که تو چه آرزو کردنم رو میدانستید. اگر مادرم رو میافتم با غرور من دخترتون هستم میگفتم. او را مادر گفته چنان فریاد میزدم که با یک صدا تمامی غمی داشتم رو نیست میکردم. نشد اپای گل، نتوانستم. وجود مادر و بوی مادر رو حس نکرده رو از دست دادم. باور کن جانم، چی گفتنم رو نمیدونم. بسیار غمگینم. چرا انسان برای چیزی که صاحب نیست درد میکشد؟ گویا که جگرش رو کمده باشم درد میکشد. جانم درد میکند اپای گل و این درد هیچگاه دور نمیشود. در جایت نشین وگرنه مورچه بر این میکشم. کجا میروی؟ وای اماک کلیچ میانم دردمند است. پایم شخ شد، خنک خوردم. دهانت را محکم کن و در جایت بشین. چرا انتظار هستیم قلیچ؟ باز از من چی میخواهی؟ به زودی میفهمی که چرا انتظاری. هیچ خواطر نشو. میبینی که چی میخواهم و چطور میگیرم. هلدون جان، مهمانمان حاضر میرسند. سورپریز. گناهی پدرم است. همه‌اش گناهی اوست. نخود انسان با فرزندش رحم نکند. چقدر میتواند فرزند را از مادر جدا کند؟ این دفعه او را نمیبخشم. با او نفرت دارم. نفرت. خانه و کار رو ترک کردم. دیگر بر نمیگردم. چی؟ خانه رو ترک کردی؟ بله. در کجا روز میگذرانی؟ در مهمان خانه میستم. بعد یک اونجا مییابم. در مهمان خانه ایستاده نمیشود. زود چیزایت رو میگیری و به خانه من میایی جانان. به این هم به من کمک زیاد کردی دپا. نمیخواهم که به سر شما بار شوم. قبول کرده نمیتوانم. تو به من بار نمیشوی جانان. تنها دوست میشوی.
чизҳоятро гирифта ба хонаи ман меравем. ҳоло барои холӣ кардани дил вақти бисёр пайдо мекунем. акнун меравем. Aşan bilir karlı dağın ardın, çeken bilir ayrılığın derdini. خواهرم این سرود رو به یاد آوردی؟ پدرم بسیار دوست می داشتن. بله بله. روز بخیر. اماکی سلیم، خسته نباشید. تشکر دخترم گل بیاز. اویستا ایاز. چشمانت را کشایی میمیری. چه اینجا میدانی ماشین رو نیست؟ بیاز بوده است. جادوگر. تو بودی؟ ببخش من توی اجوزه رو به جاروبت نشناختم. اگر آن جاروب حالا در دستم بود تاب داده چنان تو را میزدم که. با این یک رو اهمیت نده خواهرم. بیا با کجایی که رفتنی باشی میبریم. هیچ کار میکنی اکا جان؟ به این هم در ماشین جای نیست بی؟ هم او کمی پس جاروبش رو جیغ میزند. همین خیلی نه؟ گوش کن. از اینجا گم شو. باز مرا عصبی میکنی ها؟ بی از عصبی نشو. ناخن‌هایت دراز میشود. بی‌زیب میشوی. بی‌تاب میشوی. همین خیلی. من حالا به تو نشان میدهم. ایاز دوستان رون میگرزیم. بر پدرت لعنت. بوزی لعنتی. عالی. گیر این را امضا کن. ظفر که این مهمانمان را به اینجا آورد کارهای حجت گذاری را آغاز میکنیم. همینطور نه؟ البته جناب. من باید چرا به تو سپارم؟ همیشه ابله بر این سفسطه میگویی. 51 حصه سهمیه های شرکت را به پسرم میگذارم. من تو را از این شرکت راندم. رفته چوپانی میکنیم. رو گم شو. تو چی ها میگویی؟ برای چه شرکتم را با پسرت میدادم؟ این شرکت چه خیلی از آنی تو بوده است؟ ها؟ تو به سری پسری من سوش راهبر بوده نمیتوانی. از تو راهبر یک طرف ایستد چوپان هم نمیبراید. چی ایستاده ای؟ امضا کن و رو. امضا نمیگذارم. چی کاری که خواهی بکن. تو چی گفتن میخوایی ابله؟ ها؟ پخش کن پران. پخش کن پران. دلگیر شدم. از تو و پسرت خلاص میشوم. پران. نه. من این خیل آدمان رو از سرشون نمیپرم. از نقطه ترسشون میپرونم. پدر امضا کن حیوان. بر عوض سوش پسرت طریق. بازی تمام شد. امضا کن. الو. بیهوده زنگ نزنید. صحبت کردن نمیخواهم. سواش در کجایی؟ زود بیو. حالا با شما مشغول شده نمیتوانم. زنگ نزنید. سواش گوش کن. بسیار مهم است. هرگز تلفن را خاموش نکن. پدرت خبرو. بلا زند. امک جان شما خوب هستید؟ خوبم. ای برادر آهیستران آخر تو آدم میکشانی. اگر راندنی من معقول نباشد فراید اپا جان. کسی را مجبور سوار نکردم. تو چگونه گپ بزنی ها؟ چی گپ است؟ تو برقصد میکنی ها؟ اینقدر آدمان را مسخره کردن و تو پسند است؟ آخر میده اما به دهانمان اومد. این را از اینجا دفع کنید. از ماشین فراره. تو کی را از اینجا دفع میکنی؟ خواهرم یک روی نکن. از ماشین فرار. رقم ماشینت رو در خاطر گرفتم. به پلیس شکایت میکنم.
تمامی ابرها با من روبرو میشوند نمیفهمم. حالا با رضاگی خود به این حجت ها امضا گذار هلدون. جناب نتاریوس را به اینجا جیغ زدیم. او انتظار است، عیب می شود، همینطور نه؟ به من نگاه کن هلدون. به این همسر این پسرت مغز ندارد، خالیست. اگر پرانم تیر گذشته به تو میرسد، با یک تیر دو فاخته میزنم. امضا کن لعنتی. پدر امضا کنید، نمیبینید که مرا میکشد. چی گویم پسرم؟ آخر به این هم میپراند. اول تو را، بعد مرا و بعدتر اپت را. اپم را ها؟ پدر اگر در این حال به جای من اپم میشد، آن وقتم انتظار میشدید پدر؟ طریق پسرم، من به تو قربان میشوم. اگر اپد نمی جانم باشد، نصف دیگرش تو هستی. در حقیقت پدر، برای چه من این را هیچگاه نمیبینم؟ از احمقیم. هلدون، اشک چشمانم شش قطار شد. امضا کن وگرنه در سر پسرت تیر جا میکنم. عالی. از اینجا یگان ماشین نمیگذاشته باشد. نه ماشینی سبکرو است، نه اتوبوس است. اوه خدایا، اتوبوس می آید. داره ایسته دار آخیر. لعنتی، چرا ماشینت را نمیداری؟ شما ذره آدمگری ندارید. پلید، انشالله چرخایت کسیده در نیمی راه میمونی. به من گفتی؟ سواش؟ بیاز؟ مبارک شود. برای کار نترس پسرم، نترس. گذشت. مغلوب شدیم پدر. کلیچ باز غالب شد. نه پسرم، این دفعه ما غالب شدیم. تو مرا به دست آوردی، من باشم تو را. به دست آوردیم ها پدر؟ ها. بیاز، تو در اینجا چیکار میکنی؟ خوب هستی؟ خیلی خوبم. هوا که تازه بود خواستم پیاده راه گردم. ها، تو چرا دائم از پیش من میپرویی؟ یا اینکه مرا تعقیب میکنی؟ من از حیاتم میگریختم که از پیشم بر اومدی. من چیکار کنم؟ خوب، تو گریختن را دوام ده برای کار. ایستو، چرخ ماشین رو عوض کنم، تو رو تا جایی که خواهی میبرم. باز اینجا نه اونقدر بی خطر است. انتظار شو، کمی دیگر مانده است. انتظار شو. تا تو آن را عوض میکنی. آها، من اینقدر وقت ندارم سواش. تمام شد، کم ماند. سخت کنم با آخر میرسد. انتظار شو. بیاز،
این دختر دیوانه است، دیوانه. از من چی میخواهی؟ تلخم را کفاندی. از چی ترسیدنت معلوم نیست. بعضا با یک چوب به دیوانه های محل حمله میکنی، بعضا باشد از سیگنال ماشین میترسی. اکنون سوار شد. نمیخواهم، پیاده میروم. بیاز، این جایها در حقیقت خطرناکند. سوار شو گفتم. زود باش. خوب میلش، ولی مرا انتظار نمیشوی. به جای لازمه میبری و برگشته میروی. میلش، هر چه گویی همان. زیارتگاه و قبر خواهرمان در اینجاست. اکا بیاز، ببین کودکی غریب در اینجا خواب است. در یاد داری روزی برایش قبر میسازم گفته وعده داده بودم. انا آن است. بیایید به نزدش می رویم. او هم اینقدر سال باز انتظاری ماست. بیایید. اکا بیا. به مثل پیشینه از دیدن من به خشم نمی آیی؟ نمیدونم. شاید بعدی کاری بیبارخانه دیلم به تو سوخت. گفتی کو کاش که مرا میپرتافتی، کاش که مرا نجات نمیدادی. تو سببگار شدی که اکای خلیل به این احوال گرفتار شد. یگان چیز بگو، خاموش نیست. این تهمت بود، تهمت خشک و خالی. قسم خور. باور نمیکنی؟ نمیدونم. با تو باور کردت میخواهم. تو با آدمی خوب مانندی، ولی نمیدونم. چی شد؟ چرا میخندی؟ با احوال ساعت راهد شهری میخندم. با احوالم چی شده؟ چی شد؟ یک با آینه نگاه کن. اوه خدایا. با من چی شده است؟ تو عیناً مثل شیخای عرب شدی. این شرکت به سرتون چپه شود، در زیرش بمانه. حیوان ها. چی گپ است؟
به مهمانی می رویم جناب هلدون. پچلی ما را انتظار است. غریب ببین خواهرم، من به وعده‌ام وفا کردم. اکای فرهاد و اپای بیعزت را آوردم. غریب، تو مرا عموما نشناختی خواهرم. من برادرت هستم. برادرت فرهادم. سیمایت در پیش چشمم ایستاده است. بوی مادرم رو نگرفته ترک کرده رفتی خواهرم. ترک کرده رفتی. ها شد آمده. من در همینجا میفرایم. باوری داری که همینجاست؟ بله بله همینجاست. من زود میفرایم. خوب فهمو. اگر خواهی انتظار میشوم. من کار ندارم. در کار نیست. وعده دادی که تو را میگذارم و زود میروم. تشکر که مرا آوردی. خوب میلش. خودت رو احتیاط کن. با این رویت را تازه کن. این دختر به کجا می رود؟ پدر و مادرم قبر هم ندارند، اما مین بعد اینجا هست. با اینجا آمده برای والدانمون عشق میریزیم. بیاز با اینجا بیا. ایاز امروز در اینجا اشکتون، غمتون، دردتون را بریزید و دیگر اصلا گریه نکنید، چون که اکنون به هم رسیدیم. من بعد پدرتون، مادرتون و برادرتون من هستم. تا دمی که من هستم از چشمان زیبای شما قطره اشک نخواهد ریخت.
ака ба беяз нигоҳ кун. чӣ шуд? сахт рӯҳ афтода шуд. охир ғам болои ғам мехоҳад ки равад. маълум аст ки барояш вазнин аст. беяз хуб асти хоҳарам? оҳиста оҳиста равем. мен баъд зуд зуд меоем. ҳами хел не беяз. меравем. мошинро ман ронам. ба ин ҷоҳо чӣ шудааст? кошки бо роҳи дигар меомадам. ин ба куҷо меравад? کودکی غریب؟ خواهر جان من آمدم بیار. غریب؟ به اینجا کسی آمده است؟ غریب؟ شاید اکاهایمون خطم رو به اکاهایم دادی ها؟ آن رو یافتن ها؟ بیاد سخت شما رو پسمان شده است. اکنون او رو یابید. چنین گفتی به آنها. من دیگر طاقت ندارم. مکتوبی مرا یافتید. چرا اکاهایم تا حال مرا نیافتند؟ چرا به هم نمی پیوندیم؟ دیگر قوت ندارم غریب. تاب آورده نمی توانم. این قبر کی باشد؟ مایلش بگذار. ما باز مکتوبی نمی نویسیم ها؟ او چیزی می نویسد. اینجا چی گپ است؟
بیما غریب. غریب گونیال. غریب گونیال کیست؟ اکا جان هایم، این دویم نوشتجات من است. یکمش را نگرفته اید. التماس مرا پیدا کنید. پگاه روز تولد من است. به شما نمیخواهم که خوراک خورم، چون که دیگر قوتی ندارم. از آن روزی که مزار خواهرم آن را یافتم، هر روز با آرزوی پیدا کردن شما نفس میگیرم. اکای ایاز، اکای فرهاد، التماس مرا یابید. من شما را سخت پزمان شدم. خواهرتان بیاد. با شما سراغای خانه‌ام را میدهم. اکای ایاز، اکای فرهاد. اکای ایاز، اکای فرهاد. تو خواهری ایاز به ناموس هستی. از من چی میخواهید؟ برای چی مرا در اینجا نگاه میدارید؟ تو پیچلی با من چی مشکلی داری؟ با اینها امضا گذار. مادامی که جنان نیست، تمام قرضها به گردن توست. در اینجا 45% نوشته شده است. نخود 45% شود. این به انصافی است. به انصافی نیست. این برای کرده جزا است. چرا که کشت کردی آن را می‌دروی. تو باید به من بر اینها عادت کرده باشی، برای آن که تو هم با مثل من هستی هلدون. وقتی که به آینه نگاه کنی با چشمانت دل سیاحت را می‌بینی. رد نکن. بازی را با رعایت قانونش بازی میکنیم. قصد باشد قصد است. فکر کن هلدون. وقتی که رفتی انسان‌های ترک کرده‌ات را به یاد بیار. باری پرسیدی که در چه احوال هستند؟ بعد از من چیکار کردند؟ چطور عذاب کشیدند؟ تو همان زن هستی. تو مرا ربوده بودی. بیا دادرم. پر کنید اکا. خوب شده است. راهزن است. او هنگام خوردیش هم همین خیل بود بیازه. کلان شود ایواز می شود گفتیم، اما نشد. ایستو. من خودم پرداخت میکنم راهزن. اکا پول داریم، مشکلی نیست، خدا رو شکر. ایستو. مگر تو نمیفهمی در روبرویت مردی میلیونر ایستاده است. بله، مردی میلیونر است. پولی مایده ندارم، کمی انتظار میشوید. مالش با اینجا بیا مردی میلیونر. چرا خنده میکنی؟ نمیدونم خودت چرا میخندی؟
намедонам додар дилам ҷӯшу хурӯш дорад. шояд хушбахтӣ мегуфтаашон ҳамин бошад. чӣ хел? ана ин хел. ана ин хел агар гӯям бовар намекунӣ даҳонкашол. ака бас аст, ту маро асабӣ мекунӣ. боз ин пайдо шуд. чӣ мегӯӣ? кани инҷа бия. ака бас аст. ака ту чӣ кор мекунӣ? ака бас аст. ака Doblado en Olympusat, México. La venganza.